ثابت یونش برای محلول های BOH و بپریموش به ترتیب انقدر است. بچه اولیه خب بازه، دومی هم بازه، ولی دومیه بازش قوی تره به خاطر اینکه کایبی بیشتری داره. پس من بپریم اوهاشو میدونم باز قوی تر، بی اوهاشو میدونم باز ضعیف تر، چیزایی که تا الان یاد گرفتم. خب میگه در محلول 1 مولار بپریم اوهاش حتی باز قوی تری مثل، ولی کای آنچنان قابل تعریفی هم نداره، یعنی کای کوچیکی داره. باز میگه مقدار یونیده نشده بیشتر از یون تولیدیه. بله آقا، چون کاهش کوچیکه، درسته. 2 میگه pH محلول 1 مولار این دوست عزیز کمتر از محلول 1 مولار BOH. بچه غلطه. چرا؟ چون بپریم اوهاش باز قوی تریه. باز قوی تر یعنی pHش باید بیشتر باشه، این غلط. رسانه محلول 1 مولار BOH یعنی اون باز ضعیفه از بپریموش بیشتره، نه آقا کمتره. باز قوی تر یون بیشتری به ما میده. بپریموش از BOH باز قوی تریه، زیرا در دمای یکسان ثابت یونش بزرگتری دارد. بچه ثابت یونش رو درست نوشته، این کای ها نیست، این کای بیه. گفتیم ثابت یونش باز هاست. اعدادش رو نگاه کنید، این یه تیکه رو باز اشتباه نشه. گفتم روی این خیلی مانور میدن. بریم سوال بعدی.